وأصحابه ومن والاه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، قبل از همه من این ماه مبارک رمضان، ماهی که هر لحظهش، هر ثانیه و دقیقه و ساعت و روز و شبش صدها برابر برتر و افضلتر از دیگر ماه ها هست. این ماهی مبارک رمضان رو صحبت اولی من که هست به همه شما تبریک میگویم. خداوند عزوجل مبارک و با برکت بگرداند. ماه مبارک رمضان همه وقت شما، همه روز شما، همه سال شما رو پروردگار با برکت بگرداند. خب برنامه مستقیمی ما در موضوع ماه مبارک رمضان است، چرا که مردم خیلی سوالهای زیادی دارن نسبت ماه مبارک رمضان. حالا شما می توانید یعنی بعدی تقریبا 20 دقیقه بعد شما می توانید سوالهای خود رو پیشکش کنید تا 20 دقیقه دیگر. از همه بینندگان خواهش میکردم که سوال ندهند تا اینکه ما اطراف موضوع صحبت کنیم، موضوع رو کمی بکشاییم و ما در موضوع یعنی کمی صحبت داشته باشیم و هنگام صحبت اگر که سوال که پیدا شد شما می توانید سوالهای خود رو بدهید. خب ماه مبارک رمضان این همه برتری و افضل و برکت و این همه به خاطر چی؟ به خاطری که در این ماه مبارک رمضان قرآن نازل شده است. حالا ببینید چرا به سبب نزول قرآن این ماه مبارک رمضان اینقدر با قدر شدگی است. به خاطری که این کلامی پروردگار است، کلام الله است. قرآن هر جایی که نازل شد در اونجا برکت هست. حالا ببینید قرآن حتی به لوح المحفوظ، از پروردگار به لوح المحفوظ و از لوح المحفوظ به بیت العزت یعنی آسمان زمین و از آسمان زمین به واسطه حضرت جبریل علیه السلام به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در غار حرا بار اول 5 آیه اولی سوره اقرا نازل شد. و حالا ببینید وقتی که قرآن در اونجا نازل شد، از ابتدای اسلام، از ابتدای رونق اسلام تا به حال همون غار حرا که یک جای گرمی، یعنی نه چشمه است نه درخت است و حتی که بسیار تفسان و سوزان هست. حالا میبینیم که هیچ خالی نیست. چرا غار حرا هیچ خالی نیست؟ همیشه تلاش است و همیشه شب و روز مردم در نوبت هستند که در اونجا دعای رکعت نمازی یا اینکه نیایش مناجات انجام بدهند، مناجات کنند، یعنی همیشه خالی نیست به خاطری که قرآن نازل شده است. حالا پروردگار امت اسلامی را بهترین امت میگوید کنتم خیر امه، به خاطری که قرآن به این امت محمدی نازل شدگی هست، برای همین بهترین امت شد. حالا به قلب پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم این قرآن که نازل شد، حالا با وجود این که خاتم النبیین یعنی اخیران پیامبر که دیگر پیامبر نمی باشد و این اخیران پیامبر بهترین پیامبر و بهترین فرزند انسان شد، سید المرسلین، بهترینی یعنی پیامبران و نبیین و بهترین فرزند انسان، به خاطری که در قلبشون چیز بود، در قلبشون قرآن بود. حالا گذشته از این قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد. در ماه مبارک رمضان که نازل شد، حالا ببینید اگر هر نیکی در بیرون ماه مبارک رمضان از 1 تا 10 اجر داشته باشد، در ماه مبارک رمضان یعنی از 10 تا 700 اجر، چند صد برابر زیاد نسبت دیگر ماها هر عبادت هر نیکی اجر دارد. حالا هر نافله برابر فرض یعنی اجر عظیم دارد و هر فرض برابر 70 فرض. شما فرضاً برای مثال اگر پیشین خوندید، فرض پیشین، سنت های پیشین خوندید، به مانند این که فرض ها خوندید.
حالا شما فرضی پیشین خوندید مثل این که 70 پیشین خوندید است. یعنی ما این باره که رمضان این همه شرافت و کرامت و بزرگی، یعنی این که ماه مخصوص پروردگار برای بندگان مؤمن و مسلمانش پیشنهاد کردگی است که هر مؤمن و مسلمان باید که این ماه را یعنی غنیمت بداند با عبادت و با نیکی ها و با نکوکاری ها و با احسان و خیر و دیگر باید که یعنی این روزه رو بدارد و پس سر کند تا اینکه 11 ماه آینده عمرش تا رمضان دیگر باز با برکت شود. یعنی حالا قدرم که باشد شب قدر، چرا؟ به خاطری که قرآن میگه استعذ بالله ان انزلناه فی لیلة مبارکه، ما این قرآن را نازل کردیم در شب مبارک. حالا این شب مبارک رو بعد باز قرآن خود تفسیر میکند، میگوید که بسم الله الرحمن الرحیم ان انزلناه فی لیلة القدر. حالا این شب مبارک کدام شب بوده است؟ این شب قدر بوده است. این شب مبارک شب قدر. حالا پروردگار خود میگوید که یک شب قدر، عبادت یک شب قدر برابر یعنی بالاتر، برتر و بهتر از 1000 ماه است. 1000 ماه رو اگر بشماریم 1000 ماه قریب 83 سال و 4 ماه می شود. 1000 ماه 83 سال و 4 ماه. حالا پروردگار میگوید که برتر از این بسم الله الرحمن الرحیم إنا انزلناه في ليلة القدر ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. یعنی ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم و میدونید که این شب قدر چی هست. حالا عظمت و بزرگی این رو پروردگار خود میگوید که حالا شما میدونید که شب قدر یعنی چی؟ شب قدر چقدر برکت دارد برای شما، منفعت و یعنی سعادت و عزت برای شما در این شب. برای هر نفری که امید میکند، عبادت میکند، من عطا میکنم برکت و عزت و سعادت. حالا میدونید چی هست؟ بعد در جواب باز خود میگوید که لیلة القدر خیر من 1000 شهر. یعنی در این شب یعنی نازل چیز، این شب یک شب برتر از 1000 ماه هست. یعنی چرا این همه بزرگی این ماه؟ به خاطر که قرآن نازل شدگی است، قرآن و کلام پروردگار است. حالا پیامبر علیه السلام یعنی در حدیث روایت میکند از پیامبر حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه، میگه که خیرکم من تعلم القرآن و علمه. یعنی بهترین شما همونی هستید قرآن رو تعلیم میگیرید و تعلیم میدهید. یعنی به فرزند خود سوره اخلاص، سوره قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سوره فاتحه، سوره آیت الکرسی، چند آیتی رو به فرزندان خود، به نبی ربانی خود، به اهل خانواده وقتی که تعلیم دادید، انا همون برتریه که بهترینی شما میگوید، همون بهترینی رو بنده مؤمن مسلمان باید که از خود کند، از همین بهترین بودن محروم نشود، از همین فضیلت و از همین شرافت و از همین کرامت و از همین یعنی فیض و برکت الهی خود رو محروم نکند. اهل خانواده رو تعلیم بدهید. و این حالا که گفتم سوره فاتحه و آیت الکرسی و این 4 قل که سوره قل هو الله، قل اعوذ برب الناس، همزمان به همون فرزنده و نبیرو همچون یعنی ذکر صبح و شام برای رهایی از حسد و از چشم بد و از سحر و از جادو و از جادوگر و از شیطان و از جین و از همه این آفت. حالا میگن که چشم سنگ میکفاند، از چشم بهترین است که صبح وقتی که از خواب خیست، نماز پیش از نماز یا بعدی نماز، پیش از طلوع آفتاب خب سوره اخلاص، آیت الکرسی یا 4 قل یا علم نشرح، اینو رو 7 باری یا 3 باری یا که به قدر امکان چندی که باشد بخوند. هر مسلمان باید بخوند تو اینکه از چشم بد و از حسد و از کینه و از عداوت و از دشمناگری و از وسوسه شیطان و از ضرر جین و از این همه در امان و امین باشد. متاسفانه حالا بسیاری ها رو میبینید سرسان و سرگردان پیش جوگی و فالبین و جادوگر و نمیدون پیش کیهوی میرود و آن را بگو که برادر از این قدر که میروی و فندت میکند و فریبت میکند و پیسه و
پول و پیسه رو میگیرد و یا که اون خواهرایی که میرن یا اپایی که میرن کیلوواریشون رو میکشن برای فند فریب میگیرن و همین چور پنج سوره که هست 7 باری بخوند، یعنی در همین دستات شوف که بدنت از بالای لباس بمال. یا وقتی که مثال در یک پیاله آب است یا چای است، وقتی که خوندی شوف کردی همون را که نوشیدی به نیت شفا، همون برای یک سپر آهنین می شود. از جین هم، از شیطان هم، از جادو هم، از سحر هم، از همه ضرر خطر پروردگار حفظت میکند. یعنی در برابر این، ولی که به فرزندت یا به دادرت یا به اکد یا به برادرت، به کسی که نباشد به اهل خانوادت، وقتی که همین سوره ها رو که تعلیم دادی، حالا چطوری که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگویند که خیرکم، حالا بهترین شما همین بهترینی رو به دست میاریم. چرا من این رو گفتم؟ به خاطری که این ماه نزول قرآن است، ماه نزول قرآن است و باید که این ماه را بسیار با هوشیاری و با بیداری و با طاعت و عبادت و نیت نیک و قلب صاف و پاک و با تلاوت و ذکر و تسبیح و تهلیل و استغفار و با اینو گذرانیدن در کار. و انسان هیچ عبادتش رو مسلمان باید به هدف و به مقصد باید نگذراند. حتمی باید که از اون عبادت باید یک مقصدی داشته باشد، مقصد و نیت‌های عالی باید داشته باشد. پیامبر علیه السلام میگویند که من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. یعنی کسی که ماه مبارک رمضان رو از روی ایمان و اخلاص اعتقاد و امید اجر و پاداش، با امید اجر و پاداش خیر و برکت الهی و مغفرت گناهان، وقتی که این ماه مبارک رمضان رو میگیرد انسان مسلمان، پروردگار تمام گناهش رو میامرزد. یا اینکه در حدیث صحیح دیگر میگه من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی کسی که شبهای این ماه مبارک رمضان رو یعنی با عبادت میگذراند، حالا هر گناهی که کرده است پروردگار از گناه اون بندهش رو پروردگار از گناه پاک میکند. یعنی رمضان یا روزه یا هر عبادتی که نباشد، یعنی همه این عبادت ها باید که مقصدناک باشد، هدفناک باشد، با اخلاص اعتقاد از روی ایمان اعتقاد باید باشد. و در برابر این یعنی از پروردگار امید رحمت مغفرت و خیر و برکتی در زندگی. حالا ماه مبارک رمضان ماه اجابت دعا هست، همیشه دعا، اگر که فرصت نمیابی که دست برداری دعا کنی، راه رانندگی داری، در ماشین هستی، از روی که چی یا فکرهای بیهوده که در ذهنت میآید غمگینت میکند و در غم فرو میرود انسان، از این یعنی در اگر راننده هم باشی دستایت مشغول با قلبت پروردگار رو رمضانم رو قبول کن، گناهم رو بیامرز، این ماه رو مبارک بگردان، این ماه رو و همه سال و همه عمرم رو با برکت بگردان، برکتت رو در زندگیم، در رزق روزیم، در کسب و کارم، مهنت و زحمتم، فرزندانم، اهل و خانواده‌ام، آیندگانم، برکتت رو دائمی بگردان، با رحمتت بگیر. تمام گذشتگانم رو پروردگار رو در این ماه رحمت، در این دهه رحمت و در این ماه یعنی مبارک تمام گذشتگانم رو رحمت و مغفرت کن و با رحمتت بگیر. خودم و فرزندان و آیندگانم رو با رحمتت بگیر، همیشه زیر سایه رحمتت قرار بده، با نظری خیر و برکت نظر رحمتت نظر کن. همیشه روزدار باید که یعنی مشغول عبادت است، حالا روزدار در عبادت است، مدام در عبادت که هست نباید یعنی چیز با غفلت بگذراند. این عبادت رو با غفلت باید نگذراند، همیشه باید که با ذکر و تسبیح و تهلیل بگذراند و نیکی ها انجام بدهد. عبادتی در عبادت بس و نوری علی نور است. حالا یک بیچاره یتیم معیوب بیمار قرضدار
وقتی که میروید کمک میکنید، دستگیری میکنید، یا که یتیمی رو دوست داری میکنید، یا یه لحظه قطعیش بازی میکنید که دلش خوش میشود، سرش سیله میکنید و یک اون چیزی میدهید، بهترین اجر و پاداش و یعنی 11 ماه سالی دیگه، همین سال زندگی تو روزه رمضان دیگر پروردگار با برکت میکند. حالا گفتم سر کودک رو سیله کردن یا با یتیم بازی کردن، سر یتیمی رو سیله کردن و یا با یتیم بازی کردن، دل اون رو یعنی او رو خنداندن و اون خشنود کردن، خوشحال کردن، خوب با لباسی، خوب با پیسه، با سومونی، با چند سومونی و یا با هر چیزی که حتی با یک چقچقه، با یک شوخی و بازی قطعی اون یک چند لحظه که اون خرسند شود، قلبی اون خرسند شود. وقتی که قلب یتیم یا قلب یک آزرده یا قلب یک رنجوره، وقتی که خشنود و خوشحال می شود، پروردگار خشنود و خوشحال می شود. چرا که اولو در روایت هم آمدگی هست که پروردگار به بعضی از بندگانش میگوید که بنده در روز قیامت پروردگار به بعضی از بندگان میگوید که بندم من یتیم بودم چرا باری سری من سیله نکردی، و من نادار بودم چرا کمکم نکردی، من بیمار بودم چرا عیادتم نکردی. بنده در دهشت میماند، میگه پروردگار ما در دنیا قدرت دیدنی تو نداشتیم، چگونه به یتیم بودی و چگونه بیمار بودی و چگونه یعنی چیز نادار بودی که کمکت میکردیم. پروردگار در جواب میگوید که بنده هم فلانی یتیم رو نمیشناختی، یا میشناختی اون یتیم بود چرا باری نرفتی سر او رو سیله کنی، یا میدونستی که فلان جا یتیم هست چرا باری نرفتی سر او رو سیله کنی، یا بیمار در بیمارخانه چرا عیادت اون نکردی، یا ناداری که میدونستی که قرضدار است و در مشکلی جدی هست چرا اون رو رفته کمک نکردی. اگر میکردی، اگر سر اون یتیمی رو سیله میکردی و بیماری رو عیادت میکردی و اینکه ناداری درمانده رو یعنی کمک میکردی، حالا اینجا من به تو رحم میکردم. الراحمون یرحمهم الرحمن، کسی که رحم میکند پروردگار به اون رحم میکند. اما اونایی که نکردن، سنگدل بودن، بی‌پروا بودن، غافل بودن، پس اونها یعنی چیز، اونها از رحمت الهی محروم میمونن. باشد میگیم تلفن. الو الله بگیم. وعلیکم السلام. خب وقتی که سنگدل و غافل و در غفلت بدن، پروردگار پرواشون ندارد. اما اگر این همه رو انجام دادن، خصوصا در ماه مبارک رمضان، رو گفتیم که من در اول صحبتم گفتم که وقتی که انسان مسلمان ما عبادت رو با عبادت های دیگر انجام میدهد، نوری علا نور میکند، این همه نورها بالای نور در روزهای سختی و در اون قبر تنگ و تاریک و در اون روز قیامت که دهشت است. و شما خوب میدونید که یک روز قیامت 50,000 سال این دنیای امتحان ما و شما هست. ولی این دنیای امتحان است. پروردگار آورده است چند سالی میدهد و مهلت میدهد چند سالی، و هر انسانی هم عبارت از وقت است. فلانی 1950 آمد، برای 2020 رفت، پیش از اون نبود، بعد از این نیست. از یک واقعیت به یک تاریخ، یعنی از یک بود، یعنی از یک وجودیت یعنی واقعیت به یک بود، یعنی به یک تاریخ، یعنی چی میشود میگذرد، به تاریخ میگذرد که فلانی بود. خب اگر بد باشد خدا نشان ندهد لعنتش میگوین، اگر نیک بود میگن فلانی خدا رحمتش کند آدم خوبی بود، یا فلانی بسیار ظالمی بدی بود. یعنی این همه از هستی به بود یعنی به تاریخ تبدیل می شود در انسان عبارت از وقت است. حالا در این مدتی که حالا ببینید یعنی یک واقعیت، انسان در آمدن مجبور می آید، در رفتن مجبور می رود. هیچ کس بر اختیار خودش نیامده است این دنیا، هیچ کس بر اختیار خودش نمی رود از این دنیا. و همه که رفتن مجبور رفتن، همه که ما و شما که می رویم مجبور می رویم.
هیچ کس به اختیار خود نمی رود. برای همین یعنی این فرصت طلایی می بگویم اگر که موافق بیاید، یعنی این فرصت رو یعنی غنیمت بدونیم و این عبادت رو با عبادت ها و نور علی نورها انجام بدیم تا اینکه در اون روزی سختی ها به دردمون بخورد. و یک چیزی دیگر، یک واقعیت دیگر هم بگویم. واقعیت این است که هر انسانی نکوکاری، هر انسانی که نیت اینه که قلبی صاف و پاک نیکی ها انجام میده، احسان و دیگر انجام میده، همین راحت و لذت و حلاوت یعنی همون نیکی هایش رو از فرزندان اهل خانوادهش میبیند. هر انسانی که نیتی بد غرض کینه و عداوت و دشمنوگری و همیشه بدی ها انجام میده، حتی از بیگانگان نه، از اهل خانواده، از جگرگوشه های خودش همون بدی رو میبیند. این واقعیت است. خب این کارش هم کنیم این نیست نمیشود، یعنی باورش هم کنیم این واقعیت حقیقتی هست که تغییر دادش نمیشود. برای همین ما این باره که رمضان ماهی هست که انسان نیتش رو نیک، قلبش رو صاف و پاک، و خصوصا در ما این باره که رمضان همیشه مسلمان باید بگید که پروردگارا نیتم رو نیک، قلبم رو صاف و پاک، عملم رو صالح نیک بگردان. پروردگار یعنی ما دعا هست، ما اجابت دعا هست. حالا من گفتم به هر کاری هم که مشغول باشید با قلب و زبان، مدل حتی که یعنی جای مناسبی سزاواری یعنی به زبان لبورا جماندن، یعنی یگون گمان و خطر یا دیگر باشد با قلب، با قلب یعنی ذکر و مناجات رو باید، یعنی روزدار یا مسلمان باید که همیشه با ذکر باشد و این ما رو در فکر آن کند که همیشه در فکر آن باشد در این ماه مبارک رمضان که هر چه زودتر، هر چه زیادتر، هر چه بیشتر عبادت نیکی انجام بدهم. حالا برای فرض کردیم چیز، برای عبودی و آرامی اهل خانواده و فرزندان خودت، بچم زندگی عبارت از زمین است. حالا ببینید جوانانی که گمراه شدن به هر گروه تندرو رفتن، دیگر هم پدر و مادر همه رو آزار دادن یا که جامعه رو آزار میدهند، به خاطری که به پروا بدن پدر و مادر نگفتن، حالا که دیگر پشیمونن دیگر فایده اشون نمیگیرن. برای همین دایم پدر و مادر بچم او بچه بعد یک کم تا شور بیدار میشد که بیست که همین پدر بیهوده نمیگید یا همین مادر بیهوده مرا بچم نمیگید که به همین کار نرو یا معتاد نشو یا که یعنی بنگی نشو یا که دیگر یا معتاد به مواد مخدر یا به دیگر رو، یعنی حیثیت و شخصیت و مسلمانی و ایمان و شأن و شرف و آبرویت رو از بین نبر. یعنی این همه باید چیز بنده مومن باید چی داشته باشد، یعنی همیشه در تمام، یعنی همیشه با دعا باشد، چرا که ما این باره که رمضان ماه اجابت دعا است. لبین جون سلامت باشید و خیر برکتی. سلامت باشید. سوال فهمه. سلامت باشید. برادر میپرسد که آیا نافهمیده فراموشانه چیزی خوردن روزه رو میشکند؟ نه. حتی در روایت آمدگی است که برای روزه‌دار این یک تحفه پروردگاری است، اگر به شرطی که حالا قصداً نباشد. فراموش کرد که روزه‌دار هم آب می نوشد یا پیاله هم باشد یا دو، یعنی هر چقدر که باشد، یعنی وقتی که نوشید یا خورد و در یادش زد که روزه‌دار هستم، در حال دهن رو چایقه میکند و روزه رو دوام میدهد، روزه‌اش نمیشکند، حتی از روزه‌اش ثواب کم نمیشود مادامی که خود به پروا نباشد. غافلانه و فراموشانه اگر که بنوشد یا بخورد چیزی رو، روزه رو ادامه میدهد، نگوید که من خوردم حالا میخورم. اگر که دوام داد خوردن رو کفارت میشود، اما اگر که خوردن رو دوام نداد در حال بس کرد، با وجود با مجردی در ذهنش آمد که من روزه دار هستم، حتی در دهانش بدگی خواه آب باشد خواه لقمه باشد، بیرون کردن و دهان رو چایقه کردن و روزه رو ادامه دادن روزه رو نمیشکند. یعنی باید که بینندگان عزیز خوب درک کنند. خب حالا دیگر مسئله ما در فضیلت ما این باره که رمضان گفتیم. حالا ما این باره که رمضان مسئله زیادی دارن، سوالای خیلی زیادی آمدگی هست. مسئله مادر شیرده که مادری که شیرده هست اگر
روزه بگیرد شیرش کم می شود و اون تفلک از کمبودی شیر و غذایش رنج یا که بیمار می شود. در اینجا باید که به طبیب مراجعت کرد، حالا که شریعت میگوید که بعضی از یعنی بیماری که بیماریش اوج میگیرد، بیمار رو به خطر میبرد، برای خوردن روزه یعنی خوردن روزه اجازت است. یا مادر حامله ای که تولدش نزدیک است، یعنی اگر که خطری هست برای اون روزه خوردن اجازت است. یا مادر شیردهی که اگر شیرش کم شود و به خطر تفلک نوزادش رو به خطر ببرد، یعنی چیز هست برای این خوردن اجازت. همه این رو شریعت میگوید. که من طبیب نیستم، باید که هر انسانی باید که از طبیب مراجعت کند که من بیمار هستم. درست که من میگویم که بیماری که ضرر کند روزه در اصل یعنی رمضان برای اکثریت کل، برای بسیاری‌ها رمضان یعنی تبابت است. شخصا من خودم وقتی که روزه میگیرم احساس سلامتی، احساس سبکی، احساس راحت میکنم در راه رفتن، در نفس کشیدن، در قرآن خواندن، در همه احساس راحت میکنم. اما یعنی بیماران مخصوصی هستند که باید که بر طبیب مراجعت کنن حتمی که طبیب چی میگوید. الو لبا جان. سلام علیکم. و علیکم السلام. روزتون بخیر باشه استاد. خدا خیر برکتون تیاد. سلامت باشید. خدا شما رو برکت تیاد. سلامت یک باشید. سوال در زنگ زدیم استاد عزیز. لبا جان. تشکر میکنیم که چند وقت پیش برای همین افرادی که از قوای بازگیر محروم است برای کتاب‌های قرآنی تاجیکی بسیار دستگیری خوب کرده. خداوند جزای خیرتون که همین قرآن به عربی هسته برای نابیناها. خب برای همین عربی را یاد گرفتن. برادر عزیز ما برنامه مستقیم یوتیوبی داریم. اگر شما من به همون خاطر شما در باشد مرحمت. همین مثلا قرآن عربی را آموختن و یک پیشنهاد داشتیم شما در لبا جان. اگر انشالله هم یک کاری ثواب میشید هم یک زنچید همین قرآن حتی ما آموزگاری داریم که در حتی آموزگاری که اینجا همین مدرسه دا مثل اون سیب دیدا کنه که همین افراد نابینا را هم خطا یاد گیره. همین مسئله در شما چی میگه برای اجازت گرفتن؟ برادر عزیز من سوال شما را فهمیدم، جواب میگم. مایلش خدا خیر برکت دید. خب برای آموختن قرآن حالا که همه تلفن ها قریب 20 تا 30 تا 50 تا قاری و تعلیم قرآن در تلفن ها هست. این راهی وسیله سبکترین آسانترین. درست که ما چند سال یعنی پای در پای برای نابینا قرآن به خط بریلی تقسیم کرده بودیم و حالا هم بسا خواهش زیاد شدگی است که ما میخواهیم قرآن رو بآموزیم. نابینایی که داریم یعنی مراجعت کردگی هستن که برای آموختن قرآن یا خواندن قرآن به ما یعنی قرآن رو با خط بریلی خب دسترس کنید. ما در کوشش هستیم انشاءالله با امید پروردگار به نزدیکی ما یک عدد زیادی از قرآن‌های با خط بریلی برای نابیناها آماده میکنیم. میشود که حالا دیگر همون نابیناها هم یعنی اکثریت کلی نابیناها بسیار یک فعالیت و قابلیت ذهنی عجیبی دارند، یعنی فوق العاده هستند در از خود کردن، در از بر کردن خو شعر باشد، خو قرآن باشد، خو متنی باشد، خو هر چیزی که باشد. یعنی پروردگار از دیدن هم که معنیشون کرده باشد، حالا از دیگر جهت از یک جهت پروردگار بگیرد از دیگر جهت میدهد. یعنی همون یک معیوبی که هست حالا معیوب هم باشد پروردگار از یک جهت به اون دادگی هست. در یک مسئله خیلی مهارت بلند دارد است. یعنی هیچ انسانی ممکن نیست که در یک مسئله یا یک طرف زندگی یا یک کسب و کار مهارت نداشته باشد. تمام انسان یعنی یک مهارت دارد. خصوصا نابینا در از خود کردن، حفظ کردن بسو یعنی ذاکره یا که ذهنی قوی دارن، یعنی قابلیت ذهنی خیلی فوق العاده دارن. حالا میشد که با خط بریلی یعنی با دست یعنی اون رو هم بخونن و هم گوش کنن به واسطه تلفن دیگر. یا اینکه از افراد خانه یک نفری که میداند با دیگر نفری تعلیم میدهد قرآن رو، بهترین یعنی کار است. یا اینکه میشد
یک آموزگاری یعنی برای تکمیلی خب قرائتش یا دیگرش یعنی برای خود یعنی انتخاب کند میشود کاری ثوابی هست. خب من گفتم که چیز خب مسئله حالا برای انسان‌های به طور استثنا برای خوردن روزه یا اینکه مسافر دیروزم همین شب چند تماسی شد میپرسیدن که ما در یک سفر راه دوری هستیم و خب موافق برنامه نشد سفر ما از برنامه تغییر یافت و ما خیلی در مشقت هستیم یعنی چیکار کنیم روزه رو بخوریم یا روزه رو بداریم اگر روزه رو میگیریم یعنی میشود حالتی که در وقت افطار و سحرخوری یعنی غذای گرمه یا که مناسبی حتی که عادی پیدا نمیکنیم برای همین ما میتوانیم روزه‌مون رو بخوریم برای مسافر اختیار است حالا مدامی که مقصد 120 کیلومتر سفر دارد ولی کنند در چند هزار کیلومتر هم مسافر بدن اونایی که تماس گرفتن اونا اختیار دارن مسافر عموما اختیار وقتی که 120 کیلومتر یعنی سفر راه میبراید از حدود محلش یا شهرش یا به اصطلاحی که از دروازه محل یا دروازه شهر بیرون شد نماز 4 رکعته رو 2 رکعت میخواند و روزه رو اختیار دارد اگر که مشقت باشد براش میخورد و مشقت نباشد میگیرد خود رو قرضدار نمیکند حتی مشقت نباشد مسافر بخورد هم اختیار دارد مسئله اختیاری هست و وقتی که چند روزی رو که در این سفرش میخورد باز بعد ماه مبارک رمضان اون روزهای خوردگیش رو چیکار میکند روزهای خوردگیش رو میدارد در برابر این در یعنی جایهای خیلی وزنین و سنگین در فتواهای عصرهای گذشته آمدگی است که خب آهنگر و نانپز و درآگری که در چیله تابستان ولی که خیلی گرم است و یا که فرض کردیم در نقابه‌هایی که پر از دود و گاز و دیگر است رو فرض کردیم برای مثال یعنی نیروی برقی آبی روغون که نقابه‌ها کار میکنن اونجا سوارکا و دیگر یعنی خیلی دود و گاز زیادی هست نفس گیر میشوند اگر هر لحظه آب یا جرقات یا چیز مواد شیری اگر استعمال نکنند با یک بیماری یا به بیماری خطرناک می رود یا که آسیب و زیان و ضرر زیادی می بیند در این حالت شریعت اسلامی اجازه داده است که روزه‌اش رو بخورد اما با مجردی که نوبت کاریش تمام شد ولی نباید در بیرون باشد بگید من کارگر نیروی برقی آبی روغن هستم بعد خوردن بگیرد نه در حالتی که خطر به وجود بیاید شریعت اسلامی اون رو اجازت میدهد که حتی هر انسانی حالا نفس گیر شد نفسش میگیرد نفسش نمیبراید خب اگر یگون قطره آبی یگون چیزی ندهدندش خب چی میشود هلاک میشود یا دیگر در اینجا باید برای نجات انسان برای نجات نفس شریعت اسلامی اجازه داده است که در این حالت استثنایی روزه‌اش رو بخورد و باز روزه رو دوام بدهد است برای همین انسانایی که حالا همین شب هم یک نفری گفت که 3 سال پی در پی وقتی تولد و نوزاد داشتم و روزه گرفتن نتوانستم 3 سال پی در پی حالا امسال الحمدلله میگه که نتیجه هستم حالا روزه هم رو گرفته ایستادم این 3 سال روزه گذشته نگرفتم رو چیکار میکنم یعنی 3 سال روزه گرفتم زنهایی که حالا فرض کردیم بیماری ماهانه دارن برای اینو خوردن حتمی است که نقاسی میشن اگر که روزه بگیرن حالا بعضیا من شنیدم بعضیا گفتن که یعنی روزه میگیرن درست نیست حتی ببینید یعنی قرآن خوندن یا قرآن لمس کردن تلاوت قرآن برای زنهایی که در عذر ماهانه هستند درست نیست حتی در عذر ماهانه گرد خانه کعبه طواف کردن درست نیست یعنی عاصی می شود وقتی که این کار را انجام میدهد اما حدیث ذکر تسبیح تهلیل تفسیر بخوند جایز است چرا که تفسیر یعنی شرح آیت است لیکن خود آیت
به طور کامل کلمه هر جا اگر بگه درست است، لیکن آیت رو کامل خواندنش درست نیست. یعنی این مسئله خیلی برای بسیاریا از اول ما این باره که رمضان این سوالا خیلی زیاد آمده بود به من شخصا و به ایدورم. یعنی در این مسئله باید که چی باشن، یعنی خواهرای عزیز باید آگاه باشن. حالا اونی که مادری که 3 تولد در ماه مبارک رمضان درست آمده است و 3 رمضان قرضدار است و باید در فرصت مناسب هرچی خوبتر و بهتر، یعنی چیکار کنه؟ باید که فرصت اول باید که قضای روزه اش رو بدارد، چرا که قرضدار نماند. خدای نکرده مبودو حالا بیمار شد، باید نصیحت کند که من 3 ساله از روزه از همین عبادتم روزه من قرضدار هستم، فدیه صوم بدهند. بعدی اگر مبادا رفتم یا اینکه در بیماری سختی که هست، در این صورت باید که وصیت کند که من از همین عبادت روزه هم قرضدار هستم یا روزه هم رو خوردم، من چند سال برای روزه من فدیه بدهید، یا از شبی مالی خودم یا از مالی خوب که کلامی که باشد. اگر خود مال ندارد از نزدیکش، خو شوهر خو کسی نباشد از نزدیکان و محرمانش، خواهش میکند که یعنی فدیه صوم بدهند، جبران روزه هم بدهند. لبه. الو. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما شنیده ایستادیم این برنامه یک چیز است، مستقیم است. مرحبا. حضرت جان نازنین خوبه؟ الحمدلله فضل خدا، سلامت باشید. سوال داشتیم. سوال دارید؟ امی موافق قرار شورای علما صدقه فطر بر سر هر نفر چی مقدار باشه؟ سلامت باشید. دیگر سوال نیست؟ سوال دیگه هم داشتیم. مرحبا. امی زکات در ماه شریف رمضان کمتر درباره فضیلتش میگفتیم. سلامت باشید. تا خیر برکت. موفق باشید. خب فدیه صدقه فطر برای روزه‌دار و صدقه فطر تنها برای روزه‌دار نیست، برای تمام افراد عائله است. یعنی برابر عائله، خب پدر باشد، خب مادر باشد، یا عوض کننده از اینا برادر باشد، کسی که نباشد، برای تمام افراد عائله به حساب گندم 8 سومونی سر هر نفری است. دهه اخیر باید بدهد. حالا برای انسانایی که امکانیتی کم دارند برای اینا، اما اونایی که امکانیتی وسیع دارند که زیاده از 100,000 تومان در اختیار دارند، در این صورت به حساب مویز، یعنی 50 سومون 55 سومون، یعنی باید که سر فرد فطری روزه بدهند. لبه. علیکم السلام. بله برنامه مستقیم است اگر سوال داشته باشید. سلامت باشید. خدا خیر برکت ده. سوال دیگه سوال نیست؟ خب مسئله چیز فطر روزه برای افرادی حتی که نوزادی که پیش از نماز عید تولد نشد، برای اون باید که فطری روزه داده شود. اما حامله باشد، برای حامله که فرزندی که در بطن مادر است برای اون داده نمیشود. اما برای نوزادی که تا نماز عید یعنی تولد شد، باید که در حال پیش از نماز عید باید که فطر روزه اش رو بدهید. لبیک. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. الو. گوش میکنم، میشنوم شما. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. استاد شما خوب هستید؟ الحمدلله فضل خدا، سلامت باشید. برنامه شما را تماشا کردم در مورد مسائل روزه و خوب. استاد یا چیزا گفتم شما خواهش کنم که به همین مسئله یک روشنی بردازید و همون گروه و اون نفره که همین به همین کار دست میزنن یکم سفارش و یکم چی میدادیم چون باش از منطقه دختر ولایت فتلان توصیه تخریب روماگی شد در روزه را در معین کردگی در ساعت چند بچویم، اما همون مسئولان یا همون بعضی مسئولی جانوار تشکیل میکنن، خلاف خوری میکنن به همین چیز
و همین تقریب گویا که اگر آیدی بخورن و از آن بودن یا مردم آگاه کنند به نهدار می شوند. گویا که همین چیز نادرست گفتن که یک قسمت مردم به از آن خونده شدند آیدی تقریب، یک قسمت مردم در داخل مسجد منتظر مؤذن بعد از وقت خود با نوپخینا بردن می رسانه. تا شما خواهش میکنیم که این مسئله را یک قانونی حل کنیم و همون را باید چی میکردیم آگاهی قطعی دادیم. باشه سلامت باشه خیر برکتیت من شد ممکن باشه اسکار روشن بگیم نوعیه کفانی و یک قسمت نوعیه وقت باشه همه وقت به همین کار دست میزنیم. باشه خیر برکتیت موفق باشید. خدا باشید. سلامت باشید. فهمو سوال دیگه سوال ندارید؟ نه سلامت باشید. خدا خیر برکتیت موفق باشید. تشکر. برادر خیلی با مورد گفتن. بعضی گوه میبینید انسانهایی که اونن یعنی درک و فهمی مثلا نمیروند، نمیدونم برای چی. خب برای خود نمایی است، برای شهرت است، برای خدا همین شهرت میشود. همین با کارهای دین و با کارهای خدا و با کارهای یعنی حساس و نازک و اعتقاد و ایمانی مردم دخالت کردن با همین رو شما برای خود شهرت میگیرید. یا اینکه خب این طرفی مسئله رو بگیریم. حالا هیئت شورای علما 25 نفر عبارت از 25 نفر دانشمندان اسلام. علاوه بر این ما همکاری با انستیتوت استرافیزیکای یعنی اکادمیای ملی جمهوری تاجیکستان همکاری رسمی داریم. اونجا هم الحمدلله مسلمان هستن کارگران اینا همه به پرگی و از خدا میترسن. این یک طرف. ولی طرف دیگر مسئله حالا که همین معلوماتی که از شورای علما یا اینکه انستیتوت استرافیزیک یا دیگر جهات و متخصص هایی که معلومات پیشنهاد می شود یا منفعت مالی دارن یا منفعت سیاسی که شما قبولش ندارید. و چی منفعت دارد برای ما؟ چی منفعت؟ یعنی مرکز اسلامی و شورای علما برای این معلومات دروغ پیشنهاد کردن پول و پیسه میگیرد از کسی؟ و چی ضرورت دارد که خود را آسی میکنید، گناهگار میکنید، رسوا میکنید؟ حالا قبیح هم شود بعضی ها در مسئله روزی عید یا چند نفری گپی همونو رو میگیرد، بعد همون نه که چند نفری گپشون رو میگیرد بعد میگه نه ما حالا فلان روز عید میکنیم. حتی تو درجه که ماه شوال نمایان است. نماز شما ماه شوال را دیدم گفتن که بابای ملا ماه شوال ماه دیار است، ما روزه دار فردا باز روزه بگیریم. گفتن زو هم مخلوق هست، ما هم مخلوقیم، باید ما روزه بگیریم، ما قطعی اینو نمیگیریم، ما علیده باید بگیریم. از خدا بترسید، از برای خدا. و چی ضرورت دارید شما یک باری وزنین، یک عصیان و یک آسیگی و بدبختی و یعنی گناه و معصیت رو بالای خود بار میکنید؟ با مجرد وقت شدن خب از اون رو شنیدید یا از اون رو نشنیدید، روزه شکایدن به از اون هیچ ارتباطی ندارد. روزه شکایدن به وقت ارتباط دارد. مادامی که وقت در آمد خب مؤذن نشد تو نمازی خفتن کسی از اون نگوید نیستید که اون از اون میگوید. و در کجا آمدگی است که از اون شنیدید بعد روزه رو بشکایید، از اون نشنیدید روزه رو نشکایید؟ تقویمی که پیشنهاد شدگی است برادران اهل اسلام، همین تقویمی که پیشنهاد شدگی است در نتیجه سنجش، پیگیری، درک، فهم، بحث، بررسی با وجود این که ریاست مرکز اسلامی یعنی با مصلحت و مشورت و یعنی پیگیری و خب با کارشناسان و متخصصان و متخصصی ورزیده ای که هر روز حالا بعضیا همین نه ماه شوال کار دارن، نه ماه محرم کار دارن، نه ماه رجب کار دارن، نه ماه شعبان، عموما تصورات ندارن. بعد میاین در ماه مبارک رمضان میچسبن یا به نماز عموما کار ندارن، بعد میاین در همین رمضان میچسبن. نکنید این کار رو، این بدبختی میارد. همین اداره دینی مسئول دنیا و آخرت است، در دنیا و آخرت جواب میگوید. برای همین شما کار نگیرید. یعنی من دلم میسوزد که آخر خود رو آسی و گناهگار میکنید. لبای جون لبای میگن که حتی دستم روزه رو میشکنه، درسته؟
چی؟ میبخشید خواهر عزیز، چی رو میشکند بودی؟ میگم که حتی دشنام روزه رو میشکنه. این درست است؟ سوال نفهمو است. چی میگید نفهمیدم. میبخشید. نه بگید برید تکرار کنید که چی میگید. دستنام؟ دشنام. چی است دستنام؟ حقارت کنم. دشنام روزه رو میشکند. نه من جواب میگم. سلامت باشید خواهر عزیز. خدا خیر برکت دهد. موفق باشید. موفق. دیگه سوال ندارید؟ نه. سلامت باشید. تحقیر و حقارت یعنی روزه رو ثواب روزه رو از بین میبرد. باید مسلمانی روزه‌دار هیچ وقت باید دشنام ندهد، هیچ وقت باید کسی تحقیر نکند، ظلم نکند، ستم نکند، باید دشنام ندهد. و علیکم السلام. یک سوال داشتم. مرحمت. در همین ماه شهر رمضان خدای جمعه پسند در اصل بانشاد خمیری است. نمیدونم چرا بودن جایز باشد یا نه؟ چی رو استفاده بردن؟ خمیره دندانشویی. خمیر دندانشویی؟ خمیره دندانشویی جمعه پسند. تمام فهمیدم. خمیره که دندانشویی تمام. با دیگه سوال دارید؟ نه تمام. خدا خیر برکت یاد موفق باشید. خب خمیره که دندانشویی روزه رو مکروه است اگر از گلو برود. به هر حال اگر از گلو فرو درون رود روزه رو میشکند. اما اگر احتیاط هم کند، هر چقدر احتیاط هم کند مکروه است، درست نیست. اما خب شدکهش باشد، خب مسواک باشد، درست است که با شدکه برای از بین بردن بوی بدی دهان هر وقت در هر نماز چی شدکه باشد چی مسواک باشد درست است. ما فکر شده حتی که مسواک سنت است، هر طهارتی پیش از هر نمازی و هر طهارتی مسواک بزند. و علیکم السلام. یک سوال داشتم. مرحمت. درباره روزه گرفتن فدیه رو برای کیها دادن در کورت؟ خدا خیر برکت دهد. سلامت باشید. دیگه سوال نیست؟ نه. موفق باشید. خب فدیه صوم رو به کی؟ حالا به کی واجب می شود فدیه صوم؟ شیخ فونی. خب مرد خو زنی که افگار شدگی است، توان ندارد، راه رفتن نمی تواند، یا اینکه روزه بگیرد بیماری سختی تهدیدش میکند یا به خطر می رود، اینو میگن شیخ فونی در شریعت اسلامی. برای اینو باید که فدیه بدهند. یا بیماری خطرناکی وزنی دارد که طبیب میگه که از این دیگر هیچ بوی امید نیست، برای این هم یعنی این هم فدیه میدهد، یعنی روزه رو نمیگیرد، جبران میکند. و فدیه اگر خطا نکنم ما فدیه صوم هر روزش یعنی در مجموع 480 تقریبا 500 سومون یعنی فدیه میدهد است برای یک ماه مبارک رمضان. خب فدیه روزه رو به کی میدهد؟ به انسانی که نودار است، قرضدار هست، یعنی مالی به نصاب رسیدگی نیست، یا که مالش به نصاب رسیدگی نیست، مالی به نصاب رسیده نداشته باشد. برای همین گونه انسان یعنی چیز و این گونه انسان یعنی فدیه صوم رو داده می شود. و حالا گفتیم که معذور یعنی عذرهای شرعی و میدهد به یک مسکین و به یتیم و به نودار. حالا اونجا سوال بود که درباره فضیلت زکات. درست در عالم اسلام و تمام مسلمان ها در ماه مبارک رمضان زکاتشون رو میدهند. به خاطر چی؟ به خاطری که یک فرضی در ماه مبارک رمضان 70 فرضی برین رمضان است. وقتی که یک بار در ماه مبارک رمضان زکات میدهند مثل این که 70 زکات دادگی هستند. برای همین در ماه مبارک رمضان زکات دادن بسا فضیلت و شرافت و ثواب و اجر و پاداش عظیم دارد. برای همین حالا انسانی که مالش، من یک توصیه، یعنی من مطالعه کردم از تاریخ بخارا که در امارات بخارا عصر 18 مفتیش فتوا دادگی بوده است. همون وقت یعنی از مردم فتوا خواهش کردگی بوده است که هر کسی فرض کردیم حالا پیسه حاضر بگیم
یعنی 1000 سومون داشته باشد 25 سومون یعنی چیکار کند زکات بدهد یا که صدقه بدهد زکات نمی شود چرا که 36,000 است نصاب زکات و این با نرخ طلا حساب کرده می شود هر سال این نصاب داده این مبلغ بدهد تا اینکه هر چه زودتر مالش به نصاب زکات برسد چرا که پروردگار میگه کسی که زکات مال بدهد من کفیل نگهبان مال و اموال او هستم من کفیل هستم هیچ وقت مالش به تلف نمی رود مالش را حفظ میکنم اموال و سرمایه و پسنداز و دارندگی و حتی عزت و آبرویش را هم حفظ میکنم در نتیجه دادن چیز زکات حالا وقتی که انسان امکانیت دارن 10,000 دارن بگذار 10,000 یعنی هر 1000 سومونی 25 سومونی خب یه نفری هست که 10,000 قرضدار است حالا الحمدلله ممکن من 10,000 در پسنداز دارم از این در صدقه ببرو تا اینکه زودتر مال به نصاب برود و با برکت شود و دیگر مسئله ای که زکات فضیلت زیاد دارد و صدقه فطر کی دهه اخیر موافق مذهب امام ابو حنیفه دهه اخیر تا پیش از نماز عید یعنی به خاطر چی روزهای اخیر دهه اخیر به خاطر که به خاطر که همون نیازمندی که زکات رو میگیرد یک نیازش رو پیش از عید یعنی که در ماه مبارک رمضان نیازش رو میگیرد و ضروریاتش رو برقرار میکند لبیک گوش میکنم لبیک الو سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله عافیت مرحمت زادور کوم دهنش بیتون نتوقع خندر نفهمیدم در حالت این زادورای که دهنش بیتون میگیرن بو میکند اوی دهنش میگیرن اوی دهن آبی دهنش چی میشه میبروی آبی دهن یعنی فروب برد تمام مشکلی نیست مشکلی ندارم نه سلامت باشید جواب میگم دیگر سوال ندارید سلامت باشید ولی آبی دهن فروب بردن در کارو حتی آبی دهن از زیاد بیرون کردن روده ها و معده و عضوهای داخلی بدن یعنی بیمار میشود هیچ وقت آبی دهن یعنی که حالا روزه دارم آبی دهن تا کی بیرون میپرتوید ممکن نیست حتی مکروه است چرا مکروه است بخاطر که به بدن ضرر دارد آبی دهن باید که داخل فرو برد یعنی اون مشکلی نیست مدامی که در دهانش یگون چیزی دیگری نباشد یگون چیزی نباشد یگون خب هر چیزی که باشد اگر باشد فرو بیرون براردن در کن اون ترشی است یا اون چیزی باشد یک نخست یا اون پشه در اومد یا که چیزی حتمی بیرون پرتافتن در کن اما در حالت معمولی که آبی دهان روزدار باید که آبی دهانش رو فرو برد باید بیرون نپرتوید فکر میکنم که وقتی جدا کرده به پایان میرسد من اگر با کدام سوالی جواب نداده باشم در برنامه آینده انشالله با امید پروردگار به همه سوالای شما با پرگی و جواب کامل انشالله میدهیم و خداوند عزوجل این ماه مبارک را بگرداند و در این ماه اجابت دعا همه بینندگان عزیز گرامی ما رو و اهل و خانواده و پیوندان و نزدیکانش رو و وطن عزیز و محبوب همه ما و شما رو همیشه در حفظ و حمایه و پناه خودش نگه بدارد همیشه فیض و خیر و برکت و به همه بینندگان عزت و سعادت ابدی نصیب و رجوع بگرداند موفق و کامیاب باشید